شام بخیر عزیزان. طرز تهیه سالاد وینیگرت. این سالاد رو بیشتر در تیر ماه تیار میکنند که خیلی فایده آور هست و برای اون با ما اولا بودرینگ شور لازم است. اگر در یاد داشته باشید من طرز تهیه اون رو ویدیوش رو گذاشتم. اینجا سراغش رو میمونم و خوب مرحمت ببینید که آبش چقدر تازه هست و صفتش خیلی خوب است و طعمش هم بسیار بسیار خوشمزه آمده است و بعدا با ما کرم شور در کار می شود یا شور کرم که ویدیوی آنها هم هست، می توانید باز ببینید آنهایی که ندیدن. و همه سبزوات ها رو آبپز میکنیم و چارکنجه ریزه میکنیم. البته می توانید خرد ریزه کنید یا کلان ریزه کنید، این وابسته به خواهش خودتون هست. من کمی کلانتر ریزه میکنم و همه رو در یک شاهکاسه آمیخته کرده از بالایش 3 قاشق روغنی زیتون میکنیم و کمی وابسته به خواهش خودتون نمک میکنیم و بعد آمیخته کردن 1 ساعت میگذاریم و خوب آماده است. نوش جان. امیدوارم پسندتان آمد. تشکر زیاد.